پاس بده دیگه بیشرف. میریم که داشته باشیم گل بعدی رو. بابا نزن این دست خرابه، تک نمیره. بله و توی دروازه گل سوم برای رئال مادرید. من یکم توی بازی همش با شانس داری میبری. بچه‌تون خونه رو گذاشتید رو سرتون. جاسم پسرت خیلی نوبه، تا الان 5 بار بردمش. بابا دست خراب داده به، فکر کرده زرنگه نمیفهمم. بابا جمع کنید به ساعتتون صبح تا شب دارید عطاری بازی میکنید. بری سر یه کاری چیزی. پدی ریستارت نکن، میخوام تیم مهمش کنم. باشه پس من یه تیم ضعیفتر برمیدارم ببینم دیگه بهونت چیه. دستتم بده به من. جاسم داری چی کار میکنی؟ پلیستیشنم خورد کردی. بابا داشتیم بازی میکردیم، به چه کاریه؟ تنگش میکنین گم میشین میرین بیرون، تا کار پیدا نکردین هم بر نمیگردین. شب و تو همون کوچه میخوابی. 50 تومن پول PS5 هم بود. مرتی که روان پریش، به عاطفه میگم پولشو ازش بگیره. حیف شد. حالا کار از کجا پیدا کنیم پدی؟ کار؟ تو هم دلت خوشه ها. حالا اون یه چیزی گفت. چی داری میگی؟ اگه کار پیدا نکنیم بابایم خونه رو هم نمیگه. اون دیگه مشکل خودته و اون بابای مودیت. من که شب میرم خونه خودمون، به من هیچ ربطی نداره. خب به منم میام خونه تون. شرمنده نمیشه، مامانم نمیذاره دوستان بیان خونمون. خیلی بی‌معرفتی پدی، رفیق نیمه راه شدی ها؟ خب میگه چیکار کنیم؟ ما که کاری بلد نیستیم. خب یاد میگیریم، همه که از مادرشون اوستاکار در نمیاد. من یه ایده دارم. به نظرت بابا سویچ نیسان رو بهمون میده؟ سویچ نیسانو با یه ذره پول برای خرید وسایل بهتون میدم به عنوان قرض، یعنی باید پولشو برام بر میگردون، ولی یه شرط دارم. چه شرطی؟ ماشینو همین شکلی که تحویل گرفتین صحی و سالم و تمیز به هم بر میگردونین. چشم بابایی، بذار دستتو ببوسم ناموسن. لازم نکرده. ایول مرسی جاسم، قول میدیم ناامیدت نکنیم. انشالله هرچی خیره. پدی یه مشتری داریم از سمتمون. سلام، 2 تا فلافل با 3 تا سمبوسه میخواستم. سلام چشم. پدی 2 تا فلافل 3 تا سمبوسه بنداز. خسته نباشید جناب. فلافل هست؟ بله چند تا میخواد؟ 2 تا لطفاً. میخوریش خانم؟ حرف دهنتو بفهم مرتی که بیشور. منظورم اینه همینجا میخوری یا میبری؟ خب سوالتو عین آدم بپرس. میبرم. سلام کوکا، خوبی؟ یه ساندویچ فلافل نمیدی کوکا؟ 3 روز غذا نخوردم. برای چی نخوردی؟ رژیمی؟ پولش نداشتم کوکا. خب برو کار کن، مگه چته؟ سالمی ناقص که نیستی؟ کوکا اما مریضم، نمیتونم. مریض نیستی، چون گشادی. اوه نخواستیم بابا نخواستیم، ریدم سر داره. 20 ساله جوونم بوده. دیدی چی به سر خودش آورده؟ ارزششو داره آدم اینجوری خودشو از ریخت و قیافه بندازه؟ غرورشو خورد کنه واسه یه ساندویچ؟ شخصه اونم نیست، کار گیر نمیاد. کار گیر نمیاد باید معتاده. این 2 تا زبون دست گل رو ببین، همت کردن دارن نور بازوس رو میخواین. چی میگه؟ زبون ببسته بمال که نون تو مالیدنه. به علاوه 700 نون، 1 تومنم موادش، 10 لیتر بنزین، 600 تومن گوجه و کاهو، جمعا میشه 3.5. فروش امروزمون 7 تومن بود که نصفش میشه سودمون. ایوه چه پویی به جیب زدیم پدی. بابای مگه بفهمه به افتخار میکنه. این تازه روز اولمونه، بیشترم میشه. وای تو چونم عروسیه پدی. با یه اسم عروسی آوردی دلم خواست. خیلی وقت دعوت نشدم. جدی؟ خب بیا باید تو چونم، تو هم دعوتی. کثافت، خیلی بیشوری بود. دعای خودمی. الو کاظم چی کار کردی؟ پوزیشن رو بستی؟ من که هیچی استاپ لاس خوردم. چیز خاصی نبود، 40,000 دلار ضرر کردم. فدای سره، تو یه روز جبرانش میکنم. آره کاظم فلافلم آماده شده، بعدا با هم حرف میزنیم. کاری نداری؟ نه بابا دیگه از استیک و سوشی خسته شدم. گفتم یه بار به یاد دوران بیپولیم یا فلافل بخورم. آره دلم تنگ شده بود. باشه
میگم جریان این 40,000 دلار چیه؟ حرفات همینجور داشتم میشنیدم. شغلت مگه چیه؟ من تریدرم، چطور مگه؟ درآمد در ماه چقدره؟ 5 میلیارد تومن، ناموسن؟ البته در روز. روزی 5 میلیارد؟ وای کاش درآمد منم اینقدر بود. تو هم میتونی به این درآمد برسی. چجوری؟ من علاوه بر ترید تدریس هم میکنم. این پیج اینستاگرام منه، بهم دایرکت بده تا پکیجامو بهت معرفی کنم. یارو خرپول بود پدی. درآمد 10 سال ما اندازه یه روزی هم نمیشه. خب ما که سرمایه‌ای نداریم باش ترید کنیم. فکر اونجاشم کردم میتونیم قاطی نخود باقله بکنیم. ارزونتر میشه، سودمونم بیشتر میشه. چطوره؟ یعنی میگی سر مردم رو کلا بذاریم؟ نه من اصلا موافق این کار نیستم. اسمشم نیار. پدی بزرگ فکر کن. ذهنت خیلی فقیره. تا کی میخوای با چست من پول راضی باشی؟ آقا بود دست در نکنه، خیلی خوشمزه بود. نوش جونه. چطور بود؟ بهتر از قبل شده یا نه؟ خوب بود ولی دیگه انگار طعم قدیمون نمیده. یه طعم‌زایی از باقله داره. باقله که توش نبوده احیانا. نه چطور میگه؟ همش نخوده. نه جسارت نکردم عبود آقا، شما ثابت شده اید. فقط چون من به باقله حساسیت شدید دارم گفتم. یعنی تو مرز مرگ میرم وقتی باقله میخورم. آره. چی؟ حساسیت داری؟ بده زنگ بزن آمبولانس. برین خدا رو شکر کنین طرف رضایت داد، وگرنه دوتاتون باید کلیهاتون میفروختین دیه میدادین. ما خیلی پشیمونیم بابای. تو خدا سویچ ماشین رو بهمون پس بده. قول میدیم دیگه تکرار نشه. سویچ پشت گوشتون رو دیدین، ماشین هم میبین. یلا برین اینجا. چقدر بهت گفتم این کارو نکنی. حالا خوب شد. غیرت کردم بابای. گاه خواهدم ناموشن گاه خواهدم. نوش جونت، گوش بشه به تنت، ولی دیگه فایده ای نداره. برید کار دیگه پیدا کنید. من نمیدونم، راتون نمیدم اینجا. حالا دیگه ماشینم نداریم. چیکار کنیم؟ همون بهتر که تموم شد. با چشت و من درآمد هیچ وقت به جایی نمیرسیدیم. پری پایه بزنیم تو کار ترید. اون روز به یایو تو دایرکت پیام دارم گفت به مدت 3 روز پکیجاش آف خورده شده 12 تومن. میخوام بخریمش. مسکل چیزی هستی؟ برای چه؟ خب نابغه. اون وقت با کدوم پول میخوای ترید کنی؟ راست میگی. چرا به اونجاش فکر نکردم؟ کاش سرمایه داشتیم دو برابرش میکردیم. عبود راستش من میتونم پول PS5 که عاطف از جاسم گرفته رو بذارم وسط، به شرطی که بعد سرمایه خودمون بهم برگردونی. شرافتن؟ بابا دست کاش. بهتر از این نمیشه پدی. فقط مطمئنی که جواب میگیریم؟ آره بابا. باید ماشین استادمون رو ببینی. هر روز خدا داره تو بنز جی کلاس استوری میذاره. استاد گفت اینجا رو باید لانگ بگیریم. باید بود. خیلی استرس دارم. نکنه پایین بیاد پولمون بپره. نه بابا، استاد خیلی کارش درسته. سیگنال بد نمیده. آماده ای پدی؟ برو که بریم. وای 5 میلیون تومن تو 10 ثانیه. باورم نمیشه. چقدر راحت. پولدار شدیم پدی. تا آخر ما بین زیر پامونه. به نظر چقدر بذاریم پدی؟ من میگم 100 تومن بذاریم. بابا 100 تومن گوزه؟ سودی نمیده که. یا همشو بذاریم پایه؟ نه همش ریسکیه. بابا به بنز فکر کن. به خونه پنت هاوس. آره پایم. بریم تو کارش. آماده؟ 1 2 3. برو بالا. کجا دیگه؟ عبود استرس دارم. میخوای ببندیمش؟ هنوزم دیر نیستا. بچه شدی؟ استادم همینو لانگ گرفته. پدی داره میره بالا. وای 100 میلیون تومن. بایا 200 300. به نازمت. عبود 500. درش بیار. پوزیشن رو ببند. نه بجا بره به 1 تومن برسه درش میارم. نه طمع نکن. درش بیار. نه میره بالاتر. داره میاد پایین. ببندش. گو نخور. دوباره میره بالا. ببندش دیگه کثافت. برمیگرده میگمه. وای داریم لیکوید میشیم. وای
دوباره رفت بالا. داشتم خودم رو خیس میکردم. بایا بیناموس. یا خدا اومد پایین. نه غلط کردم. خدایا تو رو خدا، تو رو به سید الوان قسمت میدم، فقط برگرد و نقطه ورودم، دیگه هیچ وقت سمت ترت نمیام. خدایا سگ درگاهشم، ناموسن. نه الان چه اتفاقی افتاد عبود؟ لیکوید شدیم پدی. یعنی پولمون صفر شد؟ ها نه لعنت بهت عبود، لعنت بهت. بیچاره شدیم پدی، باید هر جور شده جبران ضرر کنیم. من نمیدونم، من پولمو میخوام. با کدوم پول احمق؟ کثافت، با کدوم پول؟ پدی مادر اطلاع تو خونه نداره؟ وای اگه مامانم بفهمه تلاشو فروختم و تو ترید باختم از خونه بیرونم میکنه. کاش با تناب تو چاه نمیرفتم. به من چه؟ یه استاد بیشرف بهمون سیگنال میداد. دیروزم بهش پیام دادم که سیگنالت لیکویدم کرد، در جا بلاکم کرده. پاسور جوان پاسور میخوای؟ پاسور برای چیمه؟ شیافتش کنم؟ برو پیکارت. عبود این یاروی چقدر آشناست. همون نبود که تدریس میکرد؟ چی؟ آره خود بیناموسشه. این مگه بنز جی کلاس نداشت؟ چرا پاسور میفروشه؟ ای حیومزاده کلاه بجار، پارت میکنم. اوی مردی که کچل وایسا ببینم. چیه پاسور میخوای؟ حالا دیگه منو بلاک میکنی ها؟ تو دیگه گوزه کدوم کنی؟ من همون فلافلی هم که ازت پکت خریدم، مگه نگفتی روزی 5 میلیارد درآمدته؟ آخه شاسکول، من اگه اینقدر درآمد داشتم از دکه فلافل میخریدم احمق. ای پس فطرت دروغگو. اوه وای نزن، گو خوردم. اوه کمک ایوه الناس، کمک. پول ما رو میخوری کله شیری؟ غلط کردم، نزن. اشو بنز مال کی بود؟ مال پسرمون بود، شاگرد نمایشگاهست، باهاش عکس و فیلم میگرفتیم. چرا بهمون دروغ گفتی کثافت؟ من ترفندم اینه، کسایی که کلشون باد داره میخوان راه 100 ساله را یه شبه برن و گول میزنم بهشون پکیج میفروشم. ای گواد بیناموس. پدی دیگه از امشب باید تو پارک بخوابم. تو خونتون کارتون اضافی چیزی ندارین؟ اتفاقا خیلی هم به قیافت میخوره کارتون خواب باشی. اصلا حوصله شوخی ندارم. عبود یه ایده پولساز به ذهنم رسید. چه ایده ای؟ بیا بلاگر شو، الان پول تو بلاگریه. بلاگر؟ من که هونه ای ندارم. دقیقاً پیش نیازش همینه. خب باید چیکار کنم؟ چیز خاصی نمیخواد، فقط یه گوشی لازمه و محتوایی که بتونیم احساسات مردم باش تحریک کنیم. خب چه محتوایی؟ این روزا پول تو ترحمه. بچه این ناقص الخلقه رو ببینین، گوشاشو نگاه. چرا این شکلیه؟ ها چی میخواد؟ فیلم نگه؟ نگاه قیافشو، کپی شرکه. چرا انقدر زشتی تو؟ مسخره میکنی؟ من مریضم، ایشالا سر خود تو خانوادت بیاد. مریض؟ ببخشید نمیدونستم. کمکی از دستم برمیاد؟ غذا نداری؟ گشنمه. نه ولی اگه بخوای برات میگیرم. قربون معرفته، ایشالا خیر از جوونیت ببینی. بیماری چیه؟ والا بیماری نادره، زده به گوشام و پوستم، اسمش سندروم قورباغه است. وای چه بد. الان تحت درمانی؟ نه هزینه‌اش باید. پولی ندارم، خانواده هم ندارم که کمکم کنه، جا مکان ندارم که استراحت کنم، فقط مرگ رازیم میکنه. همین. خدایا منو بکش. یکم شدت گریت رو بیشتر کن. خدایا منو بکش، راحتم کن. این زندگی نمیخوام. گریه نکن، درست میشه. فالوورای عزیزم لطفاً هر چقدر در توانتون هست کمک کنید این بنده خدا سلامتیشو به دست بیاره. صحبتی با مردم نداری؟ مردم نازنین سرزمینم، به برادرتون کمک کنید تا بتونم با پولش هزینه درمانم جور کنم. بچه ها شماره کارتو میذارم تو کپشن. همکنون نیازمند یاری سبزتون هستیم. عالی بود. الان پستش میکنم. عبود اینجا رو ببین، کلیپمون رفت تو اکسپلور، تا الان 3 میلیون ویو خورده. برگام. اوفه دمت گرم پدی، تو یه نابغه‌ای. وای همین جوری داره اسمس واریزی میاد. 2 تومن، 5 تومن، 20 تومن. چقدر پول روزن توی مملکت راحته. تا الان 200 کا فالوور گرفتیم. وای خدایا. ناموسم برو تو بیو بزن، تبلیغات پذیرفته میشود. آره نوشتم. کامنتا رو ببین. حال یه ملت گرفتیم ها. عبود زود باش، یه ریلز دیگه باید بدیم بیرون. تا تنور داغه باید بچسبونید، پیج نخوابه.
آقا عبود سلام. سلام پیی جان، خوبی؟ سلامتی؟ احوالت؟ امروز در چه حالی؟ میبینم که خدا رو شکر نصف هزینه درمان جور شده. احساستو بهمون بگو. حس خیلی خوبی دارم. از همه مردم ایران ممنونم. من بچه که بودم خانواده منو ول کردن رفتن، ولی الان یه خانواده 80 میلیون نفری دارم. بغض نمیذارش بیشتر ازی صحبت کنم. خاک پای همه تونم. دوباره احساساتی شدم. خب الان چقدر دیگه کم داری عبود جان؟ فقط 2 میلیارد تومن دیگه مونده. انشالله اونم با همت مردم جمع میشه. نگران نباش. عبود جان اون ظرفه چیه؟ جدیده؟ آره، آبخوری سگه. اینو به چاپ خنیسا واقع در خیابان فرسودیات 5 برام فرستاده. تا قبل از اون من تو جوب آب میخوردم. خدا خیرشون بده. ازش راضی هستی؟ خیلی خیلی، هم با کیفیت هم متریالش خوبه، تازه تنوع رنگم داره. اگه این استاشو میذارم کپشن پیجشو فالو کنید. راستی اگر از طرف من خرید کنید 10% بهتون تخفیف هم میده. آقا عبود جسارتا تبلیغ که نیست. نه، به عنوان تشکر دارم میگم. این الصح هیچ محتویاتی نداره، حیف وقت و انرژی. نگاه کن این دختر چونش انداخته داخل دوربین برا لایک. قدیم پول میدادن آبرو بگیرن، الان آبرو میدن پول بگیرن. آخر زمان شده دیگه. هممون یه وجه مشترک داریم، اونم انسانیته. سب کن ببینم عبود بود؟ آخه چطور دلشون اومد؟ کدوم پدر مادری با بچهش این کارو میکنه؟ آخه من نمیفهمم. اینا چه گوهی دارن میخورن؟ بلاگر شدن؟ مادر خدا بیامرزم سر زاره. بابا چی؟ از اون خبر نداری؟ نه، خبری ازش ندارم. آدم پست و نامردی بود. وقتی دید مریضم منو ول کرد و رفت. هیچ وقت نمیبخشیمش. شالا هر جا که هست خیر نبینه. چه آدم پس فطرتی بوده واقعا. الان با من بود؟ یک بلای سرتون بیارم امشب. خب میان خونه خوابوندمش براتون تو آب نمک. سب کن. الو و علیکم السلام، بفرمایید. چی؟ گرفتنشون؟ به چه جرمی؟ جناب سربان، هر بلایی دوست داری سرشون بیار. نمیدونم شلاق براشون ببرشون بازداشتگاه، هر کاری خودتون میدونین. اصلا اگر شلاق زن ندارین خودم هستم. بابای تو خدا وسیقه بزن آزادمون کن. آزاد؟ تازه میخوام یه چی بدم بیشتر نگهتون دارن. جناب سربان حتی اعدامشون میکنید من راضیم. هرچی پول از مردم گرفته بودن و پس دادن و رضایتشون رو گرفتیم. فقط برای کاری که کردن نیاز وثیقه بذارین که آزاد شن، وگرنه زندانی میشن. من هنوز سر حرفم هستم. بندازینشون زندان. جاسم جون هر کی دوست داری. مامانم منو میکشه. به شرفت آزادمون کن. هر کاری بگی میکنی. هر کاری؟ هر کاری. به مدت 1 ماه تبعیدتون میکنم پیش قوچلی سر زمینش کار کنید تا حسابکار دستتون بیاد. باشه بابای، هر چی تو بگی. بذار پاتو ببوسم. لازم نکرده. جمع کن خودتو، کم به من. جاسم مرسی بابت وثیقه. قول میدین دیگه تکرار نشه. سایده شدم. دهنم خوش شده. مافتب چونو باره کرد. چرا هرچی شخ میزنیم تموم نمیشه؟ خدا پدر شیخ جاسم بیامرزه کارگر مجانی فرستاده. کار بانید. کاش آزادمون نمیکردن. همون زندان بهتر بود. چنی حرف میزنی روله؟ حرف نزن، تیشه بزن. خیلی گشنمه. حداقل بذار یه چیزی بخوریم بعد ادامه بدیم. نمیشه. تا 2000 متر دیگر تمام نانین خبری از غذا نی. دستور شیخ بزرگه. ایما مأموریم و معذور. شرمنده. قوچلی دست درد نکنه. عجب ترخینه خوشمزه‌ای بود. مرسی قوچلی، خیلی چسبید. مونه چرا چسبید؟ نه برای چی؟ بعد یک کار سنگی همه غذا مزه کوا میان. وای آره راست میگی. خیلی کار کردیم شرافتن، ولی چه فایده؟ پول توش نبود. نگران نباش روله، حقوق امروز تو محفوظه. واقعا؟ بابایم که گفت چیزی بهشون نده. گفته ولی حقتونه. اگلو ما پایین نمیره. ایما پول حلال حرام سرمون. پول حلال یعنی چی قوچلی؟ یعنی پولی که پاک باشه، حقخوری و آه و نفرین کسی پشتش نباشه، حاصل زحمت و دسترنج خودت باشه. ولی با پول حلال نمیشه به زودی ها پولدار شد.
سه کرولا ایما کشاورز بی سی رسیدن به میوه اول باید بذر رو بکاری بهش آب و کود بدی روش کنه تا چند سال بعد ثمرشو بینی همینجوری که نمیشه خمره رنگرزی نی بابا الان عصر تکنولوژیه. من جاد بودم زمینامو میفروختم تاخرام شاهانه زندگی میکردم. عصر تکنولوژیه موی کسی آرد و گندم و نون نمیها هر کی یه رسالتی داره ایجو که نمیشه. الان که بهش فکر میکنم میبینم حق با قوچلیه. بابای دوست منم 10 سال صبر کرد تا بیت کویناش با ارزش شد. نابرده رنج گنج موثر نموه.